ما اکنون به فصل 12 انجیل مرقس می‌پردازیم. مرقس جزئیات هفته آخر زندگی عیسی رو به ما می‌دهد. احتمالاً این رویدادها در سه‌شنبه پیش از جمعه خوب اتفاق می‌افتد. کلام خدا رو بشنوید. و آنها برخی از فریسیان و برخی از هرویدیان را فرستادند تا او را در سخنانش به دام بیندازند. و آمدند و به او گفتند: استاد، ما می‌دانیم که تو راستگو هستی و به نظر هیچ کس اهمیت نمی‌دهی، زیرا تو با ظاهرها فریب نمی‌خوری، بلکه راه خدا را به راستی تعلیم می‌دهی. آیا دادن مالیات به قیصر رواست یا نه؟ آیا باید اونها را پرداخت کنیم یا نکنیم؟ اما چون نفاق آنها را دانست، گفت به آنها: چرا مرا آزمایش می‌کنید؟ برای من 1 دینار بیاورید. بگذارید نگاهش کنم. یکی آوردند و او پرسید: این تصویر و نوشته برای کیست؟ گفتند: قیصر. عیسی گفت: آنچه برای قیصر است به قیصر بدهید و آنچه برای خداست به خدا. آنها تعجب کردند. این کلام مقدس و بدون خطای خداوند است. ما برای کار روح دعا می‌کنیم. همراه من باشید. پروردگارا، از تو سپاسگزاریم که این گفتگو را در کتاب مقدس ثبت کردی. پروردگارا، ما همه اعتراف می‌کنیم که باید خیلی چیزها درباره این موضوع بیاموزیم. ما باید خیلی چیزها یاد بگیریم. پس امروز صبح روح خود را به ما بیاموزان. به نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین. می‌دونید از آغاز خدمت عمومی عیسی تا پایان آن، او در محاصره وسوسه بود. مردم می‌خواستند او را به دام بیاندازند. 40 روز و 40 شب در بیابان برای آغاز خدمتش. آنجا شیطان تلاش می‌کرد او را به دام بیاندازد و تا آخرین لحظه زندگیش نیز همینطور بود. مردمی که سعی می‌کردند او را وادار کنند چیز اشتباهی بگوید، کار اشتباهی انجام دهد. به نظر می‌رسد که وسوسه همیشه دنبال او بود. امروز صبح ما به تله نگاه خواهیم کرد. به آموزش و تفکری که نیاز است نگاه خواهیم کرد. ابتدا تله. ما کمی سابقه تاریخی داریم. فریسیان و هرودایان اینها همخوابان عجیبی بودند. هرودایان اونها لیبرال های زمان خود بودند. اونها زیاد به قانون خدا اهمیت نمیدادند. اونها نگران کلام خدا، حکم خدا نبودند. اونها بیشتر علاقمند به رابطه دوستی با روم بودند. اونها میخواستند در طرف خوب حکومت روم باشند. و سپس فریسیان بودند. فریسیان معنی لغوی آن جدا سازی شدگان است. آنها از چه چیزی جدا شده بودند؟ برای چه چیزی جدا شده بودند؟ برای تقدس زندگی، اطاعت دقیق از کتب عهد قدیم. این همه چیزی بود که اونها دنبال می‌کردند. گروه‌های بسیار متفاوت. میتوان هرودایان را لیبرال‌های زمان خود نامید. فریسی‌ها محافظه‌کاران زمان خود بودند و توسط سندرین فرستاده شده بودند. سندرین جمعی متشکل از 70 نفر. سندرین از 3 گروه تشکیل شده بود: فریسی‌ها، صدوقیان و کاتبان. اونها نقشه می‌کشیدند تا عیسی را وادار کنند سخنی نادرست بگوید، تا خشم مردم اطرافش را برانگیزد و همچنین خشم حکومت را بر او جلب کند. و به سوی او، به عیسی، فرستاده‌ای فرستادند تا او را در سخنش به تله بیاندازد. در هفته‌های آینده خواهیم دید که اونها 3 تله میخوان در هفته پیش از مرگش بگذارند. این اولین تله است. و آنها به سوی او فرستادند تا او را در سخنش به تله بیاندازد. این تنها بار در عهد جدید است که این کلمه یونانی استفاده شده است. در زمینه‌های دیگر به معنای به دام انداختن یک حیوان وحشی به تله است. این همان چیزی بود که آنها می‌خواستند انجام دهند. به دام انداختن یک حیوان وحشی، چیزی که نمی‌توان کنترل کرد. چقدر زمینه مناسب است. اونها شروع کردند با تلهشون با چاپلوسی. آن تلاش می‌کردند عیسی را تعریف کنند. استاد، ما می‌دونیم که تو برات مهم نیست. تحت تأثیر نظر مردم قرار نمی‌گیری. تو مانند سیاستمداران نیستی. آنها می‌خواستند دل او را به دست آورند.
اونها تله میگذارند. گفتند تو به چهره مردان نگاه نمی کنی. این دقیقاً همانطور که در زبان اصلی آمده است. یعنی وقتی صحبت می کنی و وقتی با آنها هستی به چهره مردان نگاه نمی کنی. تو برای تایید دیگران زندگی نمی کنی ای عیسی. این را درباره تو متوجه شده ایم. بله. خوب، درست است. او برای تایید دیگران زندگی نمی کرد. اما آنها تلاش می کنند که نرمش نشان دهند. بذار این رو بگیم. لازم نیست که عیسی را متنفر باشی تا او را آزمایش کنی. عیسی از آنها پرسید چرا مرا آزمایش می کنید؟ لازم نیست که عیسی را متنفر باشی. لازم نیست که در آن سوی حصار از عیسی باشی تا او را امتحان کنی. این نکته موعظه نیست. اما فکر می‌کنم این یک کاربرد است که ارزش توجه دارد. همچنین ما که در طرف عیسی هستیم، بگذار اینطور بگویم. ما که در طرف او هستیم، می‌توانیم او را به روش‌های نادرست آزمایش کنیم. می‌تونیم به زبان فقط به عیسی عرض ادب کنیم. می‌توانیم یا با لب‌هایمان بگوییم و یا در دلمان باور کنیم. عیسی، ما به طور کلی تو را محترم می‌شماریم. اما وقتی به زندگی شخصی من برسد دست بردار. وقت اخلاق یا موازین شخصی من برسد ممنوع است. وقتی درباره زندگی شخصیم صحبت میکنم لطفاً نگویید چگونه زندگی کنم یا چه انتخابی کنم. آیا به موضوع نزدیک میشویم؟ ما هم میتونیم عیسی را آزمایش کنیم و او را در موقعیتی بدون راه حل قرار دهیم. متفاوت از آنچه شد. و دنبال بهانه‌ای برای نپذیرفتن یا نافرمانی او هستیم؟ من این کار را می کردم ولی جای خالی را چه می گذاریم؟ من اطاعت کامل خود را به او می دادم. تمام قلبم را به او می دادم ولی تو نمی فهمی او چه کسی است. وضعیت او، شرایطی که او را وارد زندگی من کرده است. چیزهایی که ما به عنوان بهانه برای نافرمانیمون استفاده می کنیم، او آنها را قبول ندارد. او این بهانه‌ها را از من نمیپذیرد و از تو هم نمیپذیرد. آیا ما او را به شکلی آزمایش می کنیم که خودمان هم متوجه نیستیم؟ این سوالی است که این فرستاده مطرح کرده. معلم، ما سوالی برای تو داریم. آیا پرداخت مالیات به قیصر قانونی است یا نه؟ من مقدمه‌ای را که بن برای قرائت کتاب مقدس نوشت و آتنا خواند دوست دارم. زیرا می‌دانید این بخش از رومیان 13 یکی از نزدیکترین شباهت‌ها به این گفتگویی است که اکنون می‌خوانیم. آیا پرداخت مالیات به قیصر قانونی است یا نه؟ این مالیات به مالیات سرانه سالانه در یهودیه اشاره دارد. اون را به عنوان مالیات سرانه‌ای در نظر بگیرید که از سوی امپراتور روم از سال 6 میلادی که یهودیه به استان رومی تبدیل شد گرفته میشد. یه مالیات به شکل دیناریوس سکه کوچک بود. این سکه کوچک سکه‌ای بود که باید به عنوان خراج به دولت روم پرداخت می‌کردید. دیناریوس بود. اساساً معادل 1 روز دستمزد بود. حالا میتوان گفت در 365 روز سال شاید واقعاً ارزش عددی مهم نبود. هزینه اون نبود. بسیاری از آنها نمی‌توانستند پرداخت کنند. اما بسیاری از آنها از دولت برتر بر خود متنفر بودند. اونها اون را استبدادی می‌دیدند. آن را سرکوبگر می‌دیدند. بسیاری از آنها آزادی خود را می‌خواستند و به همین دلیل این مالیات را تحقیر می‌کردند. آنی می‌خواستند عیسی را به دام بیاندازند. استاد، آیا برای ما جایز است که مالیات به قیصر بدهیم یا نه؟ لطفاً به ما بگویید. چه جماعت ریاکاری! آنها اهمیت نمی‌دادند. آنها فقط می‌خواستند او را به دام بیاندازند تا چیز نادرستی بگوید، چیزی که یا روم را برنجاند، نه مالیات ندهید، یا یهودیان را برنجاند، مالیات بدهید. آیا او تسلیم شده؟ آیا به روم خیانت می‌کند؟ این سوالها هنوز هم امروز مطرح می‌شوند، درست است؟ سکه‌ای که برای پرداخت این مالیات استفاده می‌شد، دیناریوس،
تصویری از امپراتور روم تیبریوس قیصر آگوستوس روی آن داشت و نوشته‌ای روی آن بود: فرزند آگوستوس الهی. می‌دانید این یعنی چه؟ این همه در مورد پرستش امپراتور روم بود که بسیار غیر الهی بود. این آیین پرستش امپراتور روم بود. میتونید تصور کنید که این چقدر برای یهودیان زمان او توهین‌آمیز بوده است؟ این تصویر حکاکی شده یک انسان معمولی بود. عیسی چه می‌کند؟ بار دیگر به طرز درخشانی و هوشمندانه می‌گوید: آیا کسی اینجا یکی دارد؟ کسی اینجا 1 دینار همراهش هست؟ تو می‌آوری؟ کسی برایش 1 دینار می‌آورد. او به اون نگاه می‌کند و می‌گوید: خب تو هم به آن نگاه کن. تصویر و نوشته آن مال کیست؟ این سوال خیلی آسان است. خب مال قیصر است. آنچه مربوط به قیصر است را به قیصر بدهید. همان مردمی بودند، قوم یهود تحت حکومت رومی که از آبراههای رومی استفاده می کردند. از جاده های رومی عبور می کردند. مزایایی به آنها داده شده بود که از آن بهره مند می‌شدند. عیسی می‌گوید: به دولت خود مالیات بدهید. مالیات را پرداخت کنید. گاهی باید سخت قورتش دهیم، نه؟ در سیاست امروز ما بدون توجه به اینکه چه طرفی هستید، گاهی باید سخت قورتش بدیم. به گفته جان کالوین بیش از 5 قرن پیش ما نه تنها تابع اقتدار شاهزادگانی هستیم که وظایف خود را درست و وفادارانه انجام می‌دهند، بلکه تابع همه کسانی هستیم که به هر طریقی کنترل امور را در دست دارند. حتی اگر ذره‌ای از وظایف شاهزاده را انجام ندهند. شنیدید؟ این همون چالش نیست؟ اطاعت از اون حکومت، احترام به اون حکومت، زیرا خدا اون حکومت رو برقرار کرده است. چه شما اون رو دوست داشته باشید و چه نداشته باشید. وقتی رهبر حکومت قیصر آگوستوس هیچ چیز خدایی در او نبود. وقتی کاری را که خدا می‌خواهد انجام می‌دهد و وقتی کاری را که باید انجام بدهد انجام نمی‌دهد. این کاملا برگرفته از رومیان 13 هست که قبلا خوانده شد. بگذار هر انسان تابع نهادهای حاکم باشد، زیرا اقتدار از خداست و کسانی که هستند خداوند منصوب کرده است. به همه بدهکاریتان را بدهید. مالیات به مالیاتگیران، خراج به دریافت کنندگان خراج، احترام و عزت به آنانی که سزاوارند. آیا آیه آخر رو متوجه شدید؟ به هیچ کس بدهی نداشته باشید مگر محبت. به یکدیگر محبت کنید، زیرا کسی که محبت می کند دیگری را دارد. کسی که دیگری را دوست دارد قانون را به انجام رسانده است. حالا به این بپردازیم. خوبی، حال که عمیق‌تر وارد آموزش شده ایم. یه تله بود. حالا واقعا عمیق‌تر در آموزش هستیم. اما به خدا، آنچه که به خدا تعلق دارد بازگردانید. دولت اقتدار دارد که از جانب خدا داده شده است. اما این اقتدار نهایی نیست. دولت هرگز اقتدار نهایی ندارد. این موضوع به وضوح در استفاده عیسی از کلمه تصویر اشاره شده است. اگر به متن خود نگاه کنید، آیه 16 همان کلمه است که از عبری به یونانی تصویر ترجمه شده است. همان کلمه‌ای که در پیدایش 1 توی میشه ساعت آمده است. خدا ما را به چه چیزی آفرید؟ به تصویر خود. بله. همان کلمه است که ما به تصویر خدا آفریده شده ایم. پس از شما سوالی میپرسم. تنها. تصویر ما قرار کی نیست شما روح نقش خود را بسته به است؟ کسی بفروشیم. تصویر سزار؟ نه. هیچ رئیس دولتی، هیچ مقام دولتی اینجا این سکه در قلب نیست، شما حک بلکه نشده یک است. انسان مسیحی.
منطور که visualization تعلیمات کی را بر دوش کاتکیزم می‌کشد. هایدبرگ قدرت بیشتر به ما یادآوری سیاسی کرد هرگز قدرت ما نهایی متعلق نیست. به او گفته شده و است که فقط عیسی او سیاست را هستیم. در جایگاهش قرار می‌دهد. اینجا عیسی سیاست رو در جایگاهش قرار می‌دهد. آیا سیاست جایگاهی داره؟ البرت که دارد، اما نه جایگاه اصلی. نه جایگاه اصلی. ما مالیات خود را به قیصر می‌دهیم. پرستش خود را به قیصر نمی‌دهیم. مالیات خود را به دولت خود می‌دهیم. پرستش خود را به دولت نمی‌دهیم. نهایتاً او هرگز نمی‌تواند آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد. دولت دارای اقتداری مشروع است که از جانب خداوند داده شده است. با این حال اقتدار خداوند بزرگتر است. گاهی اوقات ما باید از خدا اطاعت کنیم، نه از انسان. در کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیه 29 رسولان به این موضوع یادآوری می‌شوند. وقتی دولت محلی تلاش می‌کرد پیام و خدمت انجیل اونها را سرکوب کند، گفتند درباره عیسی صحبت نکنید، بس کنید. و آنان چه پاسخ دادند؟ پتروس و یوحنا چه گفتند؟ باید از خدا اطاعت کنیم، نه از انسان. پادشاه ما، سر ما، اقتدار ما پیامی به ما داده است. او به ما بیانیه‌ای از واقعیت و فرمان داده است. شما ای مسیحیان به بیرون بروید و شاگرد همه اقوام بسازید و نگذارید کسی شما را متوقف کند، زیرا شما تصویر عیسی را دارید. تصویر او در ذهن و قلب شما حک شده است. هر چه می کنید برای جلال خدا انجام دهید. آموزش امروزه لازم است. ایشه در هر نسل لازم است. من میخواهم با سومین نکته تفکری که لازم است پایان بدهم. خیلی از پیامدهای نقش خداوندی که بر روی ما نقش بسته چیست؟ هفته پیش گفتم که شارون و من در عید کریسمس امسال در مراسم مسیح شرکت کردیم. اگر شما هم رفته باشید میدونید که وقتی به کرال هاللویا میرسند مردم بلند میشوند. گفته شده پادشاه انگلستان نیز وقتی اولین بار شنید همین کار را کرد. این تمرین نشده بود. پاسخ خودجوشی بود وقتی او متن موسیقی را گوش میداد و ساختار بزرگ موسیقی را میشنید. واکنش قلبی او این بود که بلند شود و مردم از آن زمان تا کنون برای کرال هاللویا بلند شدند. اما اون عبارت که چند هفته پیش دوباره شنیدم این بود: سلطنت‌های این جهان توسط سلطنت مسیح بلعیده خواهند شد. وای! ما باید به این موضوع فکر کنیم. پادشاهی‌های این جهان، هر پادشاهی بدون استثناء توسط پادشاهی مسیح بلعیده خواهد شد. میدونید این چه جاهایی آمده است؟ اون از مکاشفه 11:15 آمده است. درست است. هندل این را دقیقاً از کتاب مقدس گرفته است. پادشاهی خدا موانع این دنیا را مانند هیچ چیز دیگری از بین خواهد برد. آمین. ما میبینیمش و براش دعا میکنیم که پادشاهی خدا هر مانعی مخالف حاکمیت و خدایی مسیح را بشکند، تمام تقسیمات و دیوارهای دشمنی و جدا کننده ما از قدرت خدا را نابود کند. جالب نیست که چگونه عیسی مجموعه حواریان خود را برای نشان دادن این موضوع شکل داد. او سمعان زایلوت را انتخاب می کند. واو! او روم رو نفرت داشت. اونها هر کاری ممکن بود انجام دادن و هر دقیقه بیداری می پرسیدن چگونه این دولت سرکوبگر را سرنگون کنیم. عیسی او را انتخاب کرد و گفت تو یکی از 12 حواری منی. به تو قدرت واقعی پادشاهی را نشان می دهم. من به تو نشان خواهم داد که واقعا چگونه است که ظلم و ستم در زندگیت را کنار بزنی. شمعون متعصب فکر کرد این زمانی اتفاق می افتد که دولت خود را سرنگون کنیم.
عیسی گفت نه. یعنی زمانی اتفاق میفته که من ظلم، گناهکاری، بدبختی و نگرانی‌های دنیای تو و زندگیت را از بین ببرم. آیا تو هم در حال کشف این حقیقت هستی؟ این از بیرون نمی آید. در نهایت از درون میاد. اما او همچنین متی مأمور مالیات را به عنوان حواری خود انتخاب کرد. یعنی 2 نفر رو توی یه اتاق نگذار. باشه؟ عیسی میگوید او فقط آنها را در یک اتاق نمیگذارد. آنها قرار است بخشی از دایره داخلی من باشند. آنها کنار هم خواهند خوابید. با هم غذا خواهند خورد و با هم به تعالیم من گوش خواهند داد و موانع فرو خواهند ریخت. من اونا رو تغییر خواهم داد. اونا رو از درون به بیرون دگرگون خواهم کرد. آنها تبدیل به دوستان انجیل خواهند شد. اونها تبدیل به دوستان واقعی انجیل خواهند شد. من به شما نشان خواهم داد. به آنها حقیقت و رحمت را نشان خواهم داد. من به اونها نشون خواهم داد چگونه عشق بورزند، چگونه احترام بگذارند، حتی به کسانی که با اونها مخالفت میکنند. سالها پیش تیم کلر را در این موضوع شنیدم که گفت چون حکومت‌ها متفاوت هستند، مسیحیان در فرهنگ‌های مختلف به گونه‌ای متفاوت دیده خواهند شد. در یک حکومت تمامیت‌خواه، مسیحیان احتمالاً نسبت به فرهنگ اطرافشان لیبرالتر دیده خواهند شد. منطقی است نه؟ بله. در یک حکومت دموکراتیکتر، مسیحیان احتمالاً محافظه‌کارتر از فرهنگ خود دیده خواهند شد. اینو متوجه شدی؟ این معمولاً همانطور است که به نظر میرسد. فرهنگ ما از چه چیزی ساخته شده؟ ارزش‌ها و آداب و رسوم که فرهنگ ما به اون پایبند است، نیاز دارد. وقتی ما مسیحیان به آن پاسخ می‌دهیم، به شکل متفاوتی به نظر می‌رسد. اما ما قرار نیست فقط یک اسکریپت ساده، یک نواخت و یک پارچه باشیم. این حکمت است. به قیصر آنچه از قیصر است بپرداز. حتی اگر مجبور باشی سخت گورتش دهی و شاید هم لازم نباشد. اما هرگز فراموش نکن که نشانه چه کسی روی توست. نه یک دولت است، نه یک حزب سیاسی، نه فلسفه‌ای. همون کسی که تو را آفرید، کسی که تو را به صورت خودش ساخت، کسی که تنگ دستیت را دید و تو را رستگار کرد و از گناه و تنگ دستیت رهانید. شباهت او، نشانه او، تها او لایق پرستش ماست. باشد که اکنون تمام پرستش ما را دریافت کند. ای پدر، ما این را طلب می‌کنیم. روح القدس عزیز، لطفاً ما را نزدیک کن. میدونی که چیزهایی هست که باید روی آنها کار کنیم. چیزهایی که باید درباره‌شان فکر کنیم. اما ای خداوند، لطفاً آیا می توانی پادشاهی مسیح را به زودی بیاوری؟ ما وقتی پادشاهیت به طور کامل بیاید خیلی آماده خواهیم بود. خیلی خوب خواهد بود که از ظلم‌ها و بدبختی‌ها آزاد و رها شویم. خداوند در این میان به ما ایمان بده تا به کار تو اطاعت کنیم. در این میان به ما ایمان بده تا در ستایش تو و فقط تو رشد کنیم. یارو دعا میکنیم عیسی به نام تو. آمین. ما پاسخ میدهیم. بایستید و عبادت کنید.